استاد نوبتی مقامات اجرای حکم دولتی جهت نظارت بر رفع برطرف نمودن عاقبت‌های آفات طبیعی در جماعت دیوتیوری تحت رهبری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در ده ویشیز برگزار گردید. عبدالخالق خالقزاده در ابتدا از مسئولان متصدیان برطرف نمودن عاقبت‌های آفات طبیعی رفع اجرای سپارش‌های قبلا داده شده را پرسان شد و بعد شنیدن حسابات آنها بعضی ایرادهای خویش را بیان داشت و گفت که وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخ رجب احمدزاده هنگام سفر به این منطقه آفت زده باید در مرکز توجه حاضرین قرار داده شود. مسائل تامین اهالی با نیروی برق، آبادی راه‌ها، برقرار نمودن پل‌های ماشین‌گذر، کمک دستگیری عائله‌های ضرر دیده محک اساسی پرسش‌های رئیس شهر را تشکیل دادند. در جریان استاد ساکنین جماعت ایوب ابوالحیف برای توجه به رهبریت مقامات اجرای حکم دولتی شهر شخصا رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اظهار سپاس نموده در یک وقت با آب نوشاکی خوش‌صفت بهتر تامین نمودن اهالی را از مسئله مهم دانست. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در خاتمه استاد اظهار داشت که امروزها متشکلی مردم، کمک به همدیگر و مسئولیت متصدیان، راهبران کارخانه تشکیلات‌ها که به برطرف نمودن عاقبت‌های آفات طبیعی وظیفه‌دار شدند، همچنین فعالیت خوب تکنیک میتواند عامل خیلی مهم باشد برای هر چه زودتر به نظام درآوردن روزگار ساکنان جماعت دیوتیوری.